7. در این فکر بودم که در چه موقعیت مضحکی قرار گرفتم. نصف شب در کافه‌ای در ناکجا آباد یک پیشخدمت پیام‌های صورت غذایی را برایم تشریح می‌کرد که باعث تحول زندگی مشتریان می‌شد. بیخبر از این که این تازه شروع ماجرا بود و آن شب برایم شگفتی‌های زیادی در چنته داشت. کیسی ادامه داد: ببین، وقتی این سوال را از خودت بکنی، بخشی از وجودت برای یافتن پاسخ آن به تکاپو می‌افتد. صبح‌ها با این سوال از خواب بیدار می‌شوید و در طول روز این سوال مدام در ذهنت جرقه می‌زند. شاید متوجه نباشی که حتی در خواب هم رهایت نمی‌کند. می‌توان آن را به دروازه‌ای تشبیه کرد که اگر بازش کنی دلت می‌خواد از آن گذر کنی و دیگر بستن آن برایت خیلی دشوار می‌شود. کم کم داشتم متوجه می‌شدم که پرسش چرا اینجا هستید در صورت غذا معنای عمیق‌تری از آنچه ابتدا خیال می‌کردم دارد. از گفته‌های کیسی حدس زدم که اینجا در آن سوال به کافه بر نمی‌گردد. درست است، کیسی رشته افکارم را گسست. این سوال مربوط به کافه نیست، بلکه در کل دلیل وجود شخص را جویا می‌شود. از فرط حیرت خودم را عقب کشیدم. در دل گفتم اینجا دیگر چه جور جایی است؟ به کیسی خیره شدم. در حالی که سعی می‌کردم افکارم را جمع و جور کنم گفتم من که سر در نمی‌آورم. اصلاً چرا آدم باید چنین سوالی را از خودش بکند؟ من که هیچ وقت این سوال را از خودم نکردم و حال روزم هم خوب است. کیسی صورت غذا را روی میز گذاشت و پرسید واقعاً حال روزت خوب است؟ او کلمه خوب را با ریشخندی دوستانه بیان کرد. گویا قصد داشت با این کار مرا تحریک کند، منظورم را از خوب بودن روشن کنم. خیلی از آدم‌ها حالشان خوب است، اما بعضی‌ها دنبال چیزی فراتر از خوب هستند، چیزی که حقیقتاً ارضایشان کند. به طعنه پرسیدم پس برای همین است که به کافه چرا می‌آیند؟ با لحنی آرام و ملایم گفت بعضی‌هاشان. تو برای همین اینجا هستی. یکه خوردم. نمیدانستم چه جوابی به سوالش بدهم. نمیدانستم اینجا چه کنم. حتی درست نمیدانستم اینجا چه جور جایی است. اگر بنا بود با خودم کاملا رو راست باشم میبایست تصدیق میکردم. سالها در این فکر بودم که آیا زندگی نباید چیزی بیش از این باشد؟ نه اینکه زندگیم بد بود، اگرچه گاهی سخت و ملال آور میشد و به ویژه در این ایام اخیر این موضوع شدت پیدا کرده بود. شغل آبرومند و دوستان خوبی داشتم. روی هم رفته از زندگیم شکایتی نداشتم. با این همه در پس ذهنم احساسی نهفته بود که نمیتوانستم به خوبی آن را تشریح کنم. کیسی گفت همین احساس است که باعث می شود مردم آن سوال را که دیدی از خودشان بکنند. کاملا حیرت کرده بودم، نه فقط به این دلیل که دوباره افکارم را خوانده بود، هرچند خود این هم بسیار جای تعجب داشت. حیرت من بیشتر به این علت بود که متوجه شدم شاید حق با او باشد. تصمیم گرفتم چند دقیقه نگرانی هایم را کنار بگذارم و در عوض سعی کنم گفته های کیسی را بهتر درک کنم. کیسی، می شود این سوال را بیشتر برایم روشن کنی؟ بله، همانطور که گفتم مطرح کردن این سوال دروازه‌ای را به روی انسان می گشاید. به این ترتیب ذهن و روح انسان برای یافتن جواب به تکاپو می افتد. این سوال دغدغه اصلی فکر و وجود شخص می شود و او تا جواب آن را نیابد آرام نمی گیرد. پرسیدم منظورت این است اگر کسی از خودش بپرسد چرا اینجا هستم دیگر نمی تواند از آن غافل شود؟ نه این که نتواند. بعضی ها نظری به آن می اندازند و شاید حتی درکش کنند، اما بعد آن را به دست فراموشی می سپارند. اما برای کسانی که این سوال را از خودشان می کنند و به طریقی واقعا می خواهند پاسخش را بیابند، غفلت از آن بسیار دشوار می شود. گفتم فرض کن کسی این سوال را مطرح کند و جوابش را هم پیدا کند. بعدش چه می شود؟ او در حالی که لبخند می زد گفت خب این خبری خوش و در عین حال چالش برانگیز است. همانطور که گفتم این سوال باعث می شود انسان برای یافتن پاسخ آن به تکاپو بیفتد. وقتی پاسخ آن را یافت انگیزه همسان در او ایجاد می شود. وقتی کسی بداند چرا اینجاست، چرا خلق شده و برای چه زنده است، میخواد رسالتش را به انجام برساند. مثل این است که جای گنج را روی نقشه بدانی.
وقتی جای گنج را روی نقشه ببینی دیگر مشکل می شود از آن چشم پوشی کرد. مشکل می شود به دنبال آن نرفت. در این مورد وقتی کسی بداند چرا اینجا روح و حتی جسمش به سختی می تواند از تحقق آن رسالت چشم پوشی کند. به پشتی صندلی خود تکیه دادم. سعی کردم مطالبی را که کیسی گفته بود هضم کنم. گفتم خب اینطوری که اوضاع بدتر می شود. همانطور که قبلا گفتم شاید بهتر باشد آدم اصلا این سوال را مطرح نکند. بهتر است بیان که به خودش زحمت بدهد زندگیش را بکند. به قول معروف نان و ماستش را بخورد. کیسی به من نگاه کرد و گفت بعضی آدم ها این را انتخاب می کنند. هر کسی وقتی به آن نقطه رسید باید انتخاب خودش را بکند. نمیدانستم چه بکنم، چه بگویم یا حتی چه فکر کنم. گفتم مقابله با آن سخت. کیسی جواب داد در این مورد من واژه معارضه را به مقابله ترجیح می دهم. یعنی بهتر است خودمان را در معرض آن قرار دهیم، نه اینکه رو در روی آن بایستیم. میدانی احساسی که پیشتر توصیف کردی چیزی نیست که کسی در گوشمان بخواند یا به ما تحمیلش کند و هر وقت که بخواهی از آن پا پس بکشی تصمیمش فقط با خودت است و بس. سپس از سر میز بلند شد و گفت اوه بروم یک سر به آشپزخانه بزنم و ببینم صبحانه ویژه‌ات در چه حال است. به کل یادم رفته بود که غذا سفارش دادم. وقتی این را گفت کم کم به خودم آمدم و متوجه شدم هنوز در کافه هستم و دلم دارد از گرسنگی ضعف می‌رود. هشت. سرم به دوران افتاده بود. به اولین سوال صورت غذا چشم دوختم. چرا اینجا هستید؟ حالا معنای آن برای اولین باری که آن را خوانده بودم به کل تفاوت داشت. سعی کردم کلمات کیسی را مو به خاطر بیاورم. این سوال در کل دلیل وجود شخص را جویا می شود. نمیدانم چطور وصفش کنم، اما احساس می کردم چیزی مرا به سمت سوال می کشاند که در حین صحبت با کیسی لحظه روی صورت غذا دیده بودم. چرا اینجا هستم؟ سخنان کیسی به یادم آمد که گفته بود اگر این سوال را به طور جدی از خودمان بپرسیم عواقبی در پی دارد. به خودم گفتم احمقانه است و در آن حال دستی به چشمانم مالیدم. چیزی که الان بهش نیاز دارم مقداری غذا، کمی بنزین و جایی است که چند ساعتی در آن بخوابم. چرا با این چرندیات ذهنم را درگیر کردم؟ نیمی از آب لیوان را سر کشیدم و وقتی آن را پایین آوردم متوجه شدم که مایک پارچ به دست در کنار میز ایستاده است. او گفت میخواهی پرش کنم؟ به نظر میرسد که هنوز کمی آتش داری. پیشنهادش را قبول کردم و او لیوان را پر کرد. اسم من مایک است. خوشوقتم مایک. من جان هستم. بلند شدم و با هم دست دادیم. حالت خوب است جان؟ وقتی آمدم انگار عمیقاً در فکر بودی. بله تقریباً. و پس از آن که نشستم ادامه دادم. کیسی به من گفت معنای نوشته صفحه روی صورت غذا چیست؟ هنوز دارم آن را سبک سنگین می کنم. وقتی صحبتم تمام شد متوجه شدم که شاید مایک اطلاعی از صحبتهای من و کیسی نداشته باشد و اگرچه او صاحب آنجا بود شاید پرسش‌های صورت غذا و نوشته روی آن دخلی به او نداشته و کار کیسی باشد. اما مایک بیدرنگ گفت بله پرسش سختی است. اینکه آدم‌ها چه موقع این سوال را از خودشان بکنند معلوم نیست. برای بعضی‌ها این سوال در کودکی مطرح می‌شود، برای بعضی‌ها در سنین بالاتر و بعضی‌ها هم هیچ وقت. جالب است. از آنجا که من و کیسی تا آن موقع درباره سوال‌های صورت غذا صحبت‌هایی با هم کرده بودیم و ظاهراً مایک هم متوجه صحبت‌های من بود، تصمیم گرفتم از او درباره سوال‌هایی که ذهنم را مشغول کرده بود کمک بگیرم. در حالی که به صورت غذا اشاره می‌کردم گفتم مایک کیسی برایم گفت که این سوال ممکن است چه پیامدهایی برای کسی که آن را از خودش می‌پرسد داشته باشد، اما من در این فکر بودم که آن شخص بعدش چه می‌کند. مایک نگاهی به صورت غذا انداخت و گفت منظورت بعد از مطرح کردن سوال است یا بعد از پیدا کردن جواب آن؟ کمی مکث کردم و سپس گفتم گمانم هر دو تاش. ما درباره اینکه چطور کسی میتواند جواب این سوال را پیدا کند یا پس از پیدا کردن آن چه میکند زیاد وارد جزئیات نشدیم. کیسی فقط درباره اینکه پیدا کردن جواب این سوال چه تأثیراتی دارد کمی برایم توضیح داد.
خب درباره این که چطور می شود جوابش را پیدا کرد گمان نمی کنم یک روش واحد برای همه کاربرد داشته باشد. هر یک از ما به راه و روش خاص خودمان زندگی می کنیم. می توانم برخی شیوه هایی را که بعضی ها برای پیدا کردن جوابشان مورد استفاده قرار دادم برایت بگویم. می خواستم از او خواهش کنم آن روش را برایم شرح دهد. اما جلوی خودم را گرفتم و سکوت کردم. حدس زدم شاید دانستن این که چطور می شود جواب این سوال را یافت سخت‌تر از نپرسیدن آن باشد. مایک گفت درست است. این هم مثل همان قضیه است که احتمالاً کیسی برایت شرح داده. از اینکه او هم می توانست فکرم را بخواند زیاد تعجب نکردم. در یادگیری آنچه دیگران کرده بودند مردد بودم. گذشته از این هنوز نسبت به اینکه آیا دلم می‌خواهد این سوال را از خودم بکنم یا نه تردید داشتم. مایک، طرف دیگر قضیه چطور؟ وقتی کسی جواب سوال را پیدا کند چه می‌کند؟ مایک لبخندی زد و گفت اجازه بده اول بروم سر وقت سفارشت و وقتی برگشتم جوابت را بدهم. چند دقیقه بعد او با یک سینی پر از بشقاب برگشت. پرسیدم همش مال من است و حیران از اینکه فهرست این غذاهای شاهانه در کجای صورت غذا نوشته شده بود که از چشم من پنهان مانده بود. البته صبحانه کاملی شامل املت، نان توست، ژامبون، بیکن، میوه تازه، کوکوی سیب زمینی، بیسکویت و پنکیک. نگاهی به دور و برم انداختم تا ببینم 2-3 نفر پیدا میشوند تا در این صبحانه با من شریک شوند یا نه. علاوه بر اینها مربای مخصوص توست، شربت مخصوص پنکیک، عسل برای بیسکویت و گوجه فرنگی مخصوص برای املت. نوش جانت. گفتم گمان نمی کنم کسی از پس این همه غذا بر بیاید. شاید تعجب کنی جان، بعضی وقتا نمیدانی چقدر اشتها داری. مایک غذاها را روی میز گذاشت. جان، باید بروم و کمی با زوجی که آن سوی کافه نشستن حرف بزنم، اما بعداً برمیگردم و اگر مایل باشی میتوانیم به بحثمان ادامه دهیم. چنان که به بشقاب‌هایی که جلویم قرار داشت نگاه میکردم گفتم باشد حتماً.